امروز میخوام محصولات پوستی و آرایشی که تا حالا خریدم که هم قیمتشون اقتصادی بوده هم کیفیتشون خیلی خوب بوده رو بهتون معرفی کنم. اول از همه میخوام پایه ثابت روتین پوستیمو بهتون معرفی کنم. این ژل شستشوی راکوتنه، این هم آبرسان راکوتنه، جفتش هم واسه پوستای مختلف تو چربه. البته اینم بگم که مثل معجزه میمونن. من از وقتی استفاده میکنم خیلی کم دارم جوش میزنم و خیلی هم سریع لک و جای جوشامو از بین میبره. نزدیک 3 ساله که من دارم از تونر بایوماریان استفاده میکنم و هم به عنوان تونر ازش استفاده میکنم هم میسلار، چون واقعا به صورت عمقی پوستو تمیز میکنه و خیلی هم سبکه. این دو تا ضد آفتابم خیلی دوستشون دارم، ولی خب با هم دیگه خیلی فرق دارن. ضد آفتاب ناک حالت کرمی داره و یکم سنگینه، اما در عوضش داخلش ضد لک و روشن کننده هم داره. این یکی ضد آفتاب پیکسله، بر پایه آبه، یعنی خیلی آبکی تو شلووریه، ولی خب محافظت میکنه از پوستتون و باعث آبرسانی پوستتون میشه. و میرسیم به عصای دست من که امروز ژیناژن فوق العاده سبکه و یک کاور متوسطی هم به پوستتون میده و داخلش SPF 20 هم داره. وقتی ازش استفاده میکنین نه روی پوستتون احساس سنگینی میکنین، نه باعث میشه که منافذ باز پیدا کنین و جوش بزنین. الان که دیگه پاییز شده بعد بریم سمت میکاپ های گرم و اگه که اهل کانتور کردن هستی و سایه زدن، من به کریز کانتور فورر 52 رو پیشنهاد میکنم. و اگه مثل من عاشق ژل ابرویی اما از طرفی هم نگرانی که ژل ابرو ابروهاتو خوب لیفت نکنه، ماندگاری نداشته باشه و سفیدک بزنه، من بهت این ژل ابرو رو معرفی میکنم. ژل ابرو هست نمونه کارم، حتما بخرینش. و اما فعلا ریمل مورد علاقم ریمل MS هستش، با این سریه و اینم بهتون بگم که به شدت مژهاتون رو هم پر میکنه هم بلند و اصلا هم ریزش نداره. چند وقت دارم از پودر بیک گراویتا استفاده میکنم، خیلی سبکه و حتی اگه صبح هم میکاپ کنین و میکاپتون رو با این فیکس کنین تا شب میکاپتون نه تکون میخوره نه برق میفته، خیالتون راحت. من خط چشم مای رو واسه دفعه دوم دارم شارژ میکنم چون حالت قلمویی داره، ولی خب از یه طرف هم قلموش حالت ماژیکی داره، یعنی باش میتونین خط چشم خیلی نازک و خیلی خوشگلی بکشین، اما از طرفی هم نه پاک میشه نه میریزه خط چشمتون. اینم همه محصولاتی بود که من به صورت روزانه دارم ازشون استفاده میکنم و واقعا راضیم. هر کدومشو که میتونید بخرید. خیلی ممنونم که ویدیومون رو نگاه کردیم. ما قراره توی چنلمون براتون کلی آموزش بذاریم توی هر زمینه‌ای، پس حتما چنلمون رو دنبال کن. پوست به خودت باش.